سلام دوستان، خوش اومدید به کانال شهر من. اینجا پیست اسکیت مشتاق هست بین پل بزرگمه و پل قدیر. اینجا بیشتر بچه ها به بازی والیبال و اسکیت مشغول هستند. ممنون میشم از اینکه سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و به ما انرژی بدید تا بتونیم ویدیوهای بیشتری از شهر اصفهان براتون تهیه بکنم. این پیست اسکیت نزدیک رودخونه زاینده رود هست که البته چند وقتی هست که آب رودخونه رو مجددا بستن و مجددا رودخونه زاینده رود خشک شده، اما این جمع جوانان همچنان پر شعور و پر انرژی مشغول بازی و مراسمات دور همی توی این فضاهای زیبا هستند که با هم به ادامه این ویدیو میپردازیم.